این چندمی بچه‌ای که من دارم امشب میبینم که داره داخل سطل زباله زایات جمع می‌کنه. سلام. اینجا چی کار می‌کنه؟ نون حلال داخل سطل زباله همون؟ تو حالا باید سر درس و مخشد باشی. چند سالته؟ 14 سالته. 14 یه جوان 14 ساله که حالا باید سر درس و نقش و زندگیش باشه، باید حالا تو سطح زباله دنبال نون حلال باشه. لعنت بر سران مملکتی که یه جوان 13-14 ساله باید این موقع شب بیاد داخل سطح زباله دنبال نونش بگرده، بعد خودشون میلیارد برای بچه هاشون خرج کنن.